روان نویس تشکیل شده از روانشناسی و نویسندگی. 2 کاری که من خیلی بهشون علاقه‌مندم و انتخاب بین یکی برام خیلی سخت بود. یه روز سر کلاس روایت نویسی با احسان ابریپور بود. یه جرقه اومد تو ذهنم که چرا نیام این 2 رو با هم ادغام کنم و داستانهایی بگم با موضوعیت روانشناسی. یعنی بیام طرحواره‌ها، اختلالاتی مثل افسردگی، وسواس رو در قالب داستان برای آدم‌ها تعریف کنم. چون وقتی ما داستان میشنویم شروع میکنیم همزاد پنداری و خودمون اگر تجربه مشابهی در کودکی با اون شخصیت اصلی داستان ببینیم تازه متوجه میشیم که آهان اگر من این مشکل یا این اختلال رو دارم به خاطر اون تجربه کودکی که داشتم. وقتی خودمون رو بهتر بشناسیم یک قدم بزرگ یعنی فهمیدن ریشه اون درد برداشتیم و همین باعث میشه راحت تر درمان بشیم و دیگه میدونیم داستان چیه. با من همراه باشید برای شنیدن داستان‌های زندگیمون.